فعالیت و معامله در فارکس شغل آسونی نیست که هر کس بتونه اون رو دنبال کنه. این به صبر، مهارت و تعهد نیاز داره و به همین دلیل تنها تعداد معدودی میتونن در اون موفق بشن. در ادامه لیستی از 5 معامله‌گر موفق که تونستن بر موانع غلبه کنن و حسابی موفق و مشهور بشن رو گردآوری کردیم. شماره 5 جیم سایمونز، یکی از موفق‌ترین معامله‌گران تمام دوران. سایمونز در سالهای نوجوانی خودش به عنوان یک استاک بوی، یعنی کسی که قیمت‌ها رو روی تابلو می‌نوشت، کار می‌کرد، اما به دلیل نداشتن حافظه به نظافتچی طبقه تنزل یافت. رویای بلندپروازانه او برای ریاضیدان شدن در سال 1964 به حقیقت پیوست. او نه تنها تونست از MIT فارغ التحصیل بشه، بلکه دکترای خودش رو در ریاضیات در سن 23 سالگی به پایان رسوند. او ریاضیات رو در MIT تدریس کرد و تا سال 1978 بود که به ترید علاقه‌مند شد. سایمون صندوق سرمایه‌گذاری خودش رو با نام رنسانس تکنولوژیز تأسیس کرد، جایی که از مهارت‌های ریاضی خودش برای انجام معاملات استفاده می‌کرد. تخمین زده میشه که درآمد شخصی او تا زمان بازنشستگی در سال 2010 هر سال میلیاردها دلار بوده. شماره 4 جان دی آرنولد، با دارایی خالص 3.3 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار میگیره. او در سال 1974 در تگزاس به دنیا اومد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه واندربیلت به عنوان تحلیلگر نفت در انرون استخدام شد. ارتقا به سمت دستیار تریدر او را قادر ساخت تا به میز معاملاتی گاز طبیعی بره و از شبکه معاملات مبتنی بر اینترنت اونا برای شروع معاملات انرژی استفاده کنه. آرنولد در این کار بسیار موفق بود و در همون سالی که شرکت ورشکست شد تقریباً 1 میلیارد دلار برای شرکت درآمد کسب کرد و 8 میلیون دلار پاداش گرفت. او پس از رسوایی انرون در سال 2002 هج فاند خودش رو راه‌اندازی کرد و تا زمان بازنشستگی در سال 2012 میلیون‌ها دلار درآمد داشت که فعالین معاملات سهام رو شوکه کرد. شماره 3 دیوید تپر، تاجر میلیاردر و مالک تیم فوتبال آمریکایی کارولینا پنترز در رتبه بعدی قرار داره. او در مدرسه بازرگانی دانشگاه کارنگی ملون تحصیل کرد و از اون فارغ التحصیل شد که بعداً مبلغ 67 میلیون دلار به اونها اهدا کرد و نام اون رو به مدرسه تجارت تپر تغییر داد. شروع او در دنیای معاملات کمی تأسف‌بار بود. 2 سرمایه‌گذاری اول او در شرکت‌هایی بودند که ورشکست شدند. تپر به عنوان یک تحلیلگر مالی در گلدمن ساکس کار می‌کرد و در 6 ماه اول کار در اونجا به عنوان تریدر اصلی ارتقا یافت. به لطف او بود که این شرکت در طول سقوط بازار در سال 1987 جون سالم به در برد. شرکت او را به یکی از شرکاش سپرد، اما تپر پس از 2 سال کار تصمیم به ترک اونجا گرفت. او در سال 1993 صندوق سرمایه‌گذاری خودش به نام آپالوزا منیجمنت رو راه‌اندازی کرد. او سرمایه‌گذاری پرخطر زیادی رو انجام داد که در نهایت نتیجه داد. موفقیت تپر هرگز متوقف نشد و در سال 2009 با سرمایه خالص 13 میلیارد دلار در نیویورک تایمز به عنوان مدیر برتر پردرآمدترین هج فاند شناخته شد. تپر در رتبه بندی فوربس به عنوان 101مین میلیاردر جهان شناخته شده. شماره 2 لری آر ویلیامز، در رتبه دوم یکی از بهترین معامله‌گران فارکس در تمام دوران رو داریم. داستان او در سال 1965 پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه اورگان در رشته روزنامه‌نگاری آغاز شد. پس از اینکه ویلیامز به دلیل دیدگاه‌های نوآورانه‌اش در مورد بازار ارز شناخته شد، ابزار معاملاتی خودش رو ساخت که اون را اندیکاتور مومنتوم ویلیامز آر نامگذاری کرد. او همچنین اندیکاتورهای متعددی رو معرفی کرد که بعداً به خاطر اونها به شهرت رسید. ویلیامز در سال 1987 تونست با معاملات کالا در مدت 12 ماه 10,000 دلار را به 1,100,000 دلار تبدیل کنه. او با ترکیب دانش معاملات خودش با مهارت‌های روزنامه‌نگاری کتاب‌های زیادی نوشت و منتشر کرد که در اونها تجربیات خودش در مورد معاملات فارکس و مسیر موفقیتش رو توضیح داده. و در نهایت شماره 1 جورج سوروس معروف، در رتبه اول میلیاردر مجارستانی و یکی از موفق‌ترین معامله‌گران جهان رو داریم که در مجارستان در یک خانواده یهودی در دوران اشغال نازی‌ها به دنیا اومد. سوروس زندگی آسونی نداشت. خانواده اون مجبور بودن برای محافظت از خود در برابر نازی‌ها هویت خودشون رو جعل و پنهون کنند. در سال 1947 به لندن سفر کرد و در اونجا مدرسه رو آغاز کرد و برای تأمین مالی خودش در مشاغل پاره وقت کار کرد. بلافاصله پس از فارغ التحصیلی سوروس به ایالات متحده مهاجرت کرد و با کمک پدرش به عنوان یک شرکت کارگزاری وال استریت مشغول به کار شد. او بعداً وارد دنیای معاملات و سرمایه‌گذاری شد و ابزار مالی خودش رو ایجاد کرد که در اون سهام، اوراق قرضه و ضمانتنامه‌ها رو ترکیب کرد و در سال 1973 هج فاند خودش رو تأسیس کرد که در اتفاقی نادر تنها در یک روز 1 میلیارد دلار برای او درآمد داشت و اسم اون رو صندوق